با شرافت استقلالیت دولتی و دستگیری‌های پیوسته روبرت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان تدبیرها جهتی به کشور ایندوستریالی اگراری تبدیل دادن تاجیکستان مرحله به مرحله تطبیق کرده می‌شوند. عملی سازی برنامه‌ها در این سمت باعث تطبیق هدف چهارم ملی صنعت کنونی با سرعت مملکت می‌گردد. با نظرداشت آنکه مخصوصاً صاحبکاری استحصالی از جانب حکومت مملکت دستگیری یافته، امتیازهای زیادی برای تقویت فعالیت پیش بینی شده است. توجه صاحبکاران شهر حصار به بنیاد کارخانه‌های استحصالی محصولات واردات عوض کننده بیشتر گردیده است. با فعالیت آغاز نمودن جمعیت سهامی پوشیده حسیب حصار در جماعت دهات نوآباد از جانب صاحبکار محلی که به پرورش پرنده گوشتی مشغول است گواهی همین گفته هاست. عین زمان از 17 کارگاه پرنده پروری کارخانه 2 کارگاه به طور پورا فعالیت داشته در نزدیکترین فرصت کارگاه سیوم نیز مورد استفاده قرار داده می شود. در این کارخانه عین زمان 7 نفر با جای کار تامین بوده امکان دارد که تا 235,000 سر مرغ را پرورش و با بازار استعمالی برآورد. برای فعالیت در این کارخانه متخصصان جلب گرده آن در اساس تجربه پیش قدم فعالیت می نماید. عین حال در این کارخانه 66,000 چوجه پرورش کرده می شوند. چوجه ها در دوام 45 روز از 2 کیلوگرم زیاد وزن می گیرند. فعالیت چنین کارخانه ها باعث می گردد که استحصال گوشت پرنده در داخل مملکت زیاد گردد. واردات آن که اکثرا از خارج با صفت پس وارد می شود کاهش می یابد. علاوه بر این اقتدار استحصالی مملکت افزوده بودجه هم غنی می گردد. حکومت جمهوری تاجیکستان دوام سالهای صاحب استقلالی جهت تکمیل انفراساختار دهات، بهتر نمودن شرایط زیست اهالی و در همین زمینه بالا برداشتن اقتدار اقتصادی مملکت برنامه و استراتژی‌های مشخص را عملی نموده است. اعلان سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی نیز در همین زمینه و اقدام نوبتی سازنده روبرت دولت و حکومت مملکت است که همینک سال دوم تطبیق آن شروع شده است. اقدام‌های بنیادکاری به استقبال 30 سالگی استقلالیت دولتی که امروزها در همه شهر و ناحیه‌های مملکت ادامه دارد به این روند تکان جدی بخشیده است. امتیازهای فراهم گردیده دستگیری‌های دولتی و حس بلند وطن‌دوستی صاحبکاران را برای انجام تدبیرهای آبادانی هوسمند کرده است. این روند در شهر حصار نیز وسعت داشته مرحله به مرحله تطبیق نقشه چاره‌بینی‌های بنیادکاری سیمای این شهر را به کلی تغییر می‌دهد. بنیاد نوسازی انشاءات تعیینات اجتماعی خدمت‌رسانی در سمت بهسازی انفراساختار دهات مساعدتی فعال می‌نماید. همچنین با مقصد سهم گذاشتن در صاحب معرفت نمودن نسل نورز در جماعت دهات نوآباد با جلب صاحبکاران محلی و اشخاص سخاوت‌پیشه کارهای ساختمانی در 3 صنف‌خانه علاوگی ادامه دارد که طبق نقشه در نزدیکترین فرصت مورد بهره برداری قرار داده می‌شوند. اشخاص سخاوت‌پیشه مخصوصاً صاحبکاران موفق دهات مذکور در پیروی به اقدام‌های بنیادکارانه روبرت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان تلاش می‌نمایند تا در آبادی دهات سهم خود را گذارند. برای تامین امنیت عضوقواری و تامین اهالی با سبزیجات تر و تازه فعالیت گرمخانه‌ها نظررس است. این را به اینوبت گرفته کشاورزان شهر حصار در بنیاد گرمخانه‌ها هوسمندند. در جماعت دهات نوآباد در یک گرمخانه پامیدور پرورش کرده می‌شود. با گرفتن حاصل بلند خوجه‌گیران تلاش می‌نمایند تا در غنی کردن بازار استعمالی با این نمود سبزیجات خوش‌طعم سهم گذارند. این عامل باعث می‌شود که هر پارچه زمین ثمرناک استفاده گردد در بهسازی سطح زندگی خوجه‌گیران مساعدت نماید.